مثلا در مورد شوهر چرا یه مرد میتونه 5 تا زن بگیره ولی یه زن تو منو میگیری؟ حاج آقا منو نمیگیره جواب میدم واجبه ولی منو نمیگیره حاج آقا ببین من چی میگم من میخوام زنت شم مونه تو همدمت شم من میخوام به این عباس قسم بخورم که تا پاش میمونه میخوای مثل سلیمان بوسش کنم حاج آقا ولی منو بگیر حاج آقا النکاح و سنتی بعدش خوشبالا بعدش خوشبالا مدرسه 17 شهریور فقط باشن با بچه‌هاش حاج آقا چادری خوشت اومده؟ منم اب نداره اینجوری بگیر ثوابه نمی منو بگیری نه دست راست خوشت اومده حاجی چادری بینم چشایت حاج آقا چادری من میخواستم به این عباد قسم بخورم این باید مامان صحبت حاجی میگن حاجی تکون حاجی دو تکون حاجی زردالوها رو به تکون این قضیه اینها اینجا ما اینجا مدرسه حاجی با حاجی آهنگ بخونیم حاجی منم ها را لسان با جامات ما را لسان گندر لسان اخویم حرام بهش حاج آقا میشه یه شعر بخونیم حاج آقا بیدارم شعر رو خوندم حاج آقا میگن تو باغ میرم تر میشم منو میبینن خر میشن این معنیش یعنی حاج آقا میبینی حسین ابلیس چی گفته؟ میگه به این جماعت امید بده به جوش رابیا بقیه‌شو بگم رابیا نه کسیه دیره بریم عطاری حاج آقا دادا بریم عطاری چطور حاج آقا اینا ثواب نیست مزاح کردیم اینایی که میگی ثواب نیست چرا منو نمیگیری؟ اگه ثوابه چرا منو نمیگیری؟ حاج آقا ول کن اینا وای فور ایور حاجی بدونی پشت چادر چه چیزایی داره آدم افتاده دنبال اون پشت چادرش همه چی از آرزو میگی نه ببین برو خونه خودش من دیدم برگشت به این پیسرش قسم اینجا رو میبینی به این میگم پیسر به ترکی به این پیسر قسم حالا ببین میخواد بره زیر چادر تو چادر رو بکن نه کجاش خدا بزار خونه اون خانم کدوم داره ما چشم